السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال این است که آیا زکات را با برادر خودش دادن یا که بر خواهر و اکا و دادر خودش دادن جایز است یا نه؟ در این موضوع علما خشتواری را به دو تقسیم کرده هستند. یکی خشتواری هستند که ویلاد هستند و دیگری خشتواری غیر ویلاد هستند. آنهایش که ویلاد هستند به آنها دادن جایز نیست، مثلا مثل پدر، مادر، بابا کلان، یکی بی کلان، یکی فرزندهای خودش و نوه‌های خودش اصلا دادن زکات جایز نیست، چون که از اینها ویلاد هستند، یکی تولد شدگی هستند از همینها و دیگرش کس از این تولد به سبب این تولد شدگی هستند، فرزندهای خودش و نوه‌های خودش. و خشتوار دیگری هستند که غیر ویلادش میگن، مانند برادر، خواهر، مثلا یکی عمک و عمکی ها و تقا و خاله ها و دیگر چیزهایی که هستند، اینها غیر ویلاد هستند، در اینها دادن جایز هست. و اگر چند خواهرهایشون که مثلا که بیوشتگی هستن، به شوهر هستن که شوهرشون چی مرده باشن چی طلاق شده باشن، به آنها هم دادنشون جایز هست. اگر در نگاه بینی برادرهاش هم باشن، اگر هرچند دادنشون جایز هست. اما یک صورت می شود که مثلا یک خواهر شوهرش زنده میگذرد، برادرش میگوید که در نزد قاضی من نفقه همین هر ماه میدهم، مثلا به عهده میگیرد، مثلا که هر ماه به همین $50 باشه، $100 باشه، من میدهم نفقه اینه. همین حالت باید هر ماه نفقه رو به دوش گرفته است و مالدار است باید بدهد. اما زکاتش وقتی که داد از نفقهش حساب نمیکنند، این زکات اون زکات همین طور مثلا که میدهد زکات حساب میکند و نفقهش همچون بردام دادن میگیرد. یعنی که خلاصه اگر که اون خواهرش رو به دوشش گرفته است، به دوشش نگرفته است، زکات دادن به اون جایز هست. این چیزهایی که هست در کتاب فتح القدیر به تفصیل با ذکر شده هست، میخوان که اگر که نظر کنن با تفصیل تر در این باره صحبت کرده شده است. والله اعلم.